به عنوان یه بلوش تا حالا افسانه کسو جمپ رو شنیدی؟ این تپه‌ای که پشت سرم میبینید اسمش کسو جمپه. جمپ توی زبان بلوچی معنی همون تپه رو میده و کسو اسم یک شخصه، یک دختری به اسم کسو. البته اسم اصلیش کسو نبوده و معروف شده به خاطر کارهایی که کرده به کسو و معنی کسو یعنی برای هیچ کس نمیشه. کسو دختری بوده نازپرورده که توی یه قبیله زندگی میکرده با 7 برادر. این 7 برادر خیلی کسو رو دوست داشتن، از جونشون بیشتر دوستش داشتن. اون زمان توی بلوچستان زندگی ها قبیله‌ای بوده، گاهی وقتا بین این قبایل اختلاف و دعوا به وجود می اومده. قبیله کسو با یه قبیله دیگه‌ای توی جنگ بوده. همین موقع که اینا توی جنگ بودن با هم دیگه، کسو میاد توطئه میکنه برای رسیدن به رئیس قبیله